قسم دوم سحر مجازی، یعنی سحر است که او به شکل حقیقی سحر و جادو نمی باشه ولی به شکل مجازی بر از او سحر میگن. مثلا که از حیله ها استفاده میکنه، مثل شعبده بازی. بعضی کسا رو ببینید بعضی حرکت های تیزی با حرکت دست بسیاری مردم فریب میدن و شعبده بازی میکنن و بعضی اوقات این هم سحر میگن لکن سحر حقیقی نیست، سحر مجازی گفته میشه. استفاده از خواص داروها و غذاها و لباسها، بعضی اوقات با بعضی لباسها و با بعضی داروها و بعضی غذاها از این هم مثلا بالای یک نفر تاثیر گذاری میکنن و بعضی هم از طریق سخنچینی، نوع سومش سخنچینی و جذب مردم با سخنها که این هم حرام است، چرا که این چیزها دروغ و فریبکاری هست. قسم سوم که از ادعاهای دروغین هست. ادعای دروغی است که مثلا جادوگر بعضی اوقات ادعا میکنه که من وقتی که پیش کس میره میگه من اسم اعظم یاد دارم، دروغ میگه. و بعضی اوقات باز میگه که مثلا من جنها تابع ما شده است. ببینید جنها تابع کسی نمیشه. تابع بودن جنها معجزه سلیمان علیه السلام است. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شیطان میشناسه و میگیره و میگه که من اینمی شیطانه، اگر معجزه برادرم سلیمان علیه السلام اگر از اون نمی بود، رسول الله صلی که میره بسته میکردم در یک پایه مسجد که صبح مردم کلگی ابلیس ای شیطان بشناسن و ببینن. ایناله شیطان که است جنهایی که تابع شده بودن برای سلیمان علیه السلام و خدمت سلیمان علیه السلام میکردن، او جنئی از معجزات سلیمان علیه السلام است که بر از این معجزه داده شده بود. این معجزه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داده نشده بود، معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود، چون معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم شان و دیگر معجزات است. اما ایناله وقتی که این معجزه سلیمان علیه السلام شد، ایناله یک شخصی که می در عصر امروزی و میگه که جنها را ما تابع ساختیم، این دروغ میگه. تابع نساخته بلکه این پیرو جنها میشه، اما برنامه های جنها را تطبیق میکنه، جنها کتش قرارداد میکنه، جنها برش میگه که تو اینی کفریات بکو، تو اینی شرکیات بکو، برای شیطان سجده بکو، قرآن توهین بکو، قرآن در آیات قرآن در تشناب پرتو، آیات قرآن در جاهایی که تحقیر شوه نوشته بکو. و باز در مقابل از این ما برای تو مثلا سحر یاد میتیم، جادو را یاد میتیم و اینی کارا را میکنیم. پس این ادعاهای دروغی که است، این دروغ میگه و ادعا میکنه و مردم فریب میده، در حالی که این هیچ وقت چی نیست، هیچ وقت این تابع جن تابع از این نیست و تابع کس نمیشه، چون معجزه سلیمان علیه السلام است. سوم قسمی که از ادعاهای دروغی چی است؟ فریب و چال است، مداریگری هست که مثلا بسیاری وقتا مداری ها را ببینین که اینا مثلا چی میکنن، یا مثلا اینا ای چی هستن، ای هم از جمله چی هستن، انواع است. ای هم ناروا و فریب دادن مردم است که انسان باید در راستا احتیاط بکنه که اگر در این مسائل هم کسایی که مثلا دخیل هستن، حتی شیطان ها اینا را به کفر مبتلا میکنن. خب علامات سحر و جادو چی هست؟ مثلا اگر شما پیش یک کس میرین میبینین که مثلا همین جادوگر هست یا جادوگر نیست، از علاماتش میفهمین که همین شخص جادوگر است. اول علامت اولش جادوگر وسایل طلب میکنه. مثلا برات میگه که برو زیر پیرانی بیار، بیار کلاه بیار، برو مثلا لباس بیار، یا کسی که میگه که جادو شده برو مثلا چادرش بیار یا زیر پیرانیش بیار یا مویش بیار یا لباسش بیار یا فلانی چیزش بیار از خانش. پس اینجا هست که اینی علامت است از علامات سحر و جادوگر. چرا جادوگر که با این طریق با شیطان ها ارتباط میگیره و از طریق بدن از این فلانی و ترا بالاخره با شیطانی که امرای از اون شخص است، شیطان از این ارتباط میگیره و بعضی رازهای از او طریق چی میکنن؟ از پیش از او شیطانی که امرای هر انسان یک شیطان است. متوجه هستین؟ اینال امرای جادوگر هم یک شیطان است که بر از این قرارداد داره و این کافر ساختن. اینال ایبرش میگه که امو شخصی که جادو شده پیرانش بیار، از او طریق این جن پیدا میکنه که امی شخصی که جادو شده کی هست و میره با امو کی ارتباط میگیره، با امو شیطانی که امرای از او هست و از او بعضی معلومات ها را میگیره. او را که میگیره
و بالاخره می برازی میگه و انسان باور میکنه او ولی این خوی میگه پا در خانه ما شده بود، خبر نداره که شیطان از او برازی ایره نشان داده است. متوجه هستین؟ علامت دوم چی که است؟ شیطان که است تفرقه انداختن است در بین چی؟ در بین مردم. جادوگرها عادت دارن که همیشه در خانواده ها تفرقه را ایجاد میکنن. مثلا میگه که بین خانم و شوهر من برای تعویض میتونم که خانم از شوهر جدا شد، به یکی دیگه بدبین شد. میفهمی که این تعویض جادوگر، این جادو هست. یا میگه مثلا تعویض محبت میتونم که مثلا فلانی کس را دوست داری، او به همراه تو را دوست نداره، او تو را دوست خود بگیره و تو را دوست داشته باشه. اینال اینی تعویض‌های محبت، تعویض‌های افتراق و جدایی انداختن، تعویض محبت بین شوهر و خانم که مثلا مهموره و خرموره، این کلش بخش‌های از جادو هست. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. صراحتا در قرآن عظیمشان الله متعال میگه که از اونا یاد میگرفتن چیزهایی را که در بین خانم و شوهر جدایی منداختن. سوم چی است؟ علامت سوم چی است؟ جلب محبت است. مثلا جادوگرها چی میکنن؟ محبت ایجاد میکنن بین فلانی و فلانی، برش یا تعویض میده یا یک طلسم میده یا یک چیز نمیده، میگیره برو برش بده یا این خوراک برش بخوران یا این چیزا بگو که بین از اینا محبت پیدا شود. این هم جادو هست و کسی که کار میکنه این جادوگر است. بعضی اوقات از کتاب‌های گپا میگیرن، از کتاب‌های مثلا یک یهودی، اکثرا در افغانستان سحر و جادو را یا یهودی‌ها رواج کردن یا مثلا یهودی‌ها رواج کردن و یا هم هندوهای سکه ها رواج کردن و یا هم روافض که اعتقادات شرکی دارن. اینا در بین مردم این کتاب ها را نوشته کردن و در بین مردم اینا رواج دادن. اینی کتاب ها که توسط اینی مشرکین نوشته شده هست، اینا میرن بسیاری کسا از این کتاب ها استفاده میکنه و میگه من بسیار چالاک هستم و بعضی چیزها را دوم خواندم، مثلا از تمتم ایمدی و از فلانی و فلانی استفاده میکنن و خبر نداره که ای با تطبیق ای کفریات خودش هم کافر میشه و دیگرها را هم به کفر مبتلا میکنه. و در بین از این کتاب هایی که اینا نوشته کردن به نام کتاب های تعویضات، اکثرا ببینید نوشته از تعویض محبت، تعویض مثلا جدایی، تعویض فلانی و فلانی، اینی گپاست. وقتی که اینی تعویضا نوشته شده بود بفهمین که این چی هستن؟ این سحر و جادو هست. علامت چهارمش استفاده از خون در تعویضات. یعنی شما میفهمین که خون نجس است. خون نجس است. اینال یک کس خون میگیره، توسط خون تعویض نوشته میکنه و توسط از این خون آیات قرآن نوشته میکنه. پس خون نجس است، مثل بول و مثل دیگر چیزهای نجس. اینال اگر یک کسی توسط شراب یا توسط خون یا توسط بول آیات قرآن نوشته کنه، کافر میشه نمیشه؟ پس بفهمین که اینی علامت چی هست؟ علامت دیگه از جادو هست. دیگه از مسائل جادو چی هست که بسیاری وقتا مثلا حیوان طلب میکنن. مثلا از شما میگه برو یک پرنده بیار یا برو یک مرغ سیاه بیار یا برو مثلا یک مرغ بیار یا یک بز سیاه بیار یا برو یک گوسفند بیار. این به خاطر از این هست که جادوگر یاره به نام ابلیس ذبح میکنن و کسایی که مثلا توبه کردن از جادوگری و حقیقت‌ها را بیان کردن، باز اینا میگن که بله من وقتی که جادوگر بودم، باز ابلیس میگفت که به نام من در تشناب، در جاهای کثیف، در بیت الخلا، در اینجا یک حیوان از ذبح کو، بنابراین از مشتری خود اما حیوان میخواه و به نام از او ذبح میکنه. پس کسی که گفت گوسفند برین مثلا مرغ بیار و این چیزا رو بیار، این چی میشه؟ این کلش از یهودیا و از این چیزایی که در اعتقادات از اونها هست از اونها گرفتن. و علما میگن اتفق الفقهاء على ان الدم حرام و نجس لا یوکل ولا ينتفع به. میگه علما اتفاق کردن که خون حرام و نجس است، نه خورده میشه و نه از این منفعت گرفته میشه. این حالا کسی با این حرام مثلا چی میکنن؟ آیات قرآن یا احادیث نوشته میکنن، بدون شک این در کفر مبتلا میشه. علامت پنجم طلب نام مادر است، به خاطر از اینکه
این هم یکی از خوشی های شیطان است که به ضد قرآن عمل میکنن. مثلا الله متعال میگه ادعوهم لآبائهم، شما اینا را به پدرایشان، به نام پدرایشان صدا بکنین، فلانی ولد فلانی نام پدرشه. شیطان ها عوض نام پدر نام مادر میگیره. همین شیطان های انسانی هم در بسیاری مملکت ها اما شناختی کارت یا تذکرهش یا پاسپورتش به نام مادرش است، به خاطر از اینکه یا پدر خدا نمیشناسه و یا مثلا کافر زناکار است که از این خاطر پد کردن از او، و به خاطر از اینکه دشمنی با دین داره شیطان هیچی میکنه. از این خاطر اگر کسی مثلا در تعویض خود گفت که نام مادرش چی است و او را نوشته کرد، بفهمین که این هم در باب از بابهای شرک مبتلا هست. علامت ششم، معلومات در مورد آینده. وقتی که کسی بر شما میگه که مثلا در آینده در خانه شما اینی گپ میشه، اینی مشکل میشه، این میشه، بفهمین که این جادوگر است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه این صراحتا آیت قرآن انکار میکنه که الله متعال میگه و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیچ کس نمیفهمه که فردا چی میکنه. علامت هفتمش خبر دادن از حال مریض است. از حال مریض چه قسم خبر میده؟ که مثلا تو یک هفته پیش اینی کار کردی، یک ماه پیش کار کردی. مثلا من یک ماه پیش یک کار کردم، مرا کی دید؟ اول الله متعال مرا دیده با علم غیب خود و با صفت خبیر خود و علیم خود، الله متعال از حال ما با خبر است. دوم کسی که ما یک ماه پیش در یک جای یک کار کردیم که دیده است ملائکه هستند و اون ملائکه معصوم هستند و آنچه که درباره ما هست ایره بر کس خبر نمیده. سوم کسی که امرای ما در اونجا بوده او خبر هست که او خبر از این جادوگر نگفته. چهارمی کسی است که امرای ما هست که باز او شیطان است، یعنی که هر انسان یک شیطان می باشه که انسان وسوسه میکنه. این حال جادوگر وقتی که میایه امو جن از اون میایه از شیطانی که امرای ما هست، از پیش از این بعض معلومات ها را میگیره و از احوال ما وقتی که بشینی باز میگه یک ماه پیش در خانه شما ایگا بود و ایگا بود ایگا بود، این از کجا کرد؟ آیا این جادوگر یا این فالبین علم غیب داره؟ نداره. درست؟ پس علم غیب نداره، الله برش نگفتن، ملائکه برش نگفتن و کسی دیگه هم در خانوادهش برازی نگفته. پس این از کجا خبر شد؟ این از اونمو شیطانی که امرای شخص است از اون معلومات گرفته هست. پس از این خاطر بفهمین که این جادوگر است که خبر میده که یک ماه پیش سر تو چی آمد و یک ماه پیش سر تو چی مشکلات آمد، در خانه تان چی بود. علامت هشتمش استفاده از دودها هست. مثلا همیشه شیطان با دود کردن خوشحال میشه که مثلا کسی اسپند بکنه و مثلا بربو در بده. اگر رفتین یا کسی که به این چیزا شما رو تشویق میکنه که اسپند بکو خدا و دود بکو و این کارا، بفهمین که این هم از طریق این جادو هست. علامت نهمش چی است؟ نوشتن طلسم ها بالای نعل حیوانات، تخته های چوب، تصویر چلپاسه و غیره. مثلا بعضی اوقات برای بعضی کسا جادوگران یک نعل اسب میده، او بعضی طلسم ها را نوشته کرده که پناه به ابلیس و شیطان است، بفهمین که جادو هست. بعضی اوقات تخته کارا میده که رو در خانه نگاه کو در فلانی جای همین چیزها و خطای چیزایی رو نوشته کرده که هیچ نمیفهمی که چی نوشته کرده. اینی بعضی اوقات تصویر چلپاسه و فلانی و ترا رو ببینید. اینیا رو بفهمین که کل از اینا چی هستن. در این کتاب تمتم هندی اگر در صفحه 166 برین اونجا سعی کنین که مثلا نعل هاست و تصاویر نعل هاست و تصویر گژدم است و تصویر چلپاسه است، اینیا هست. علامت دهم از علامات سحر و جادویی است که از نجاسات استفاده میکنن. یک عالم است یک کتاب نوشته کرده الرحمة فی الطب والحکمه که کتاب در سحر و جادوگری می باشه. این میگه علاج کسی که بیناییش را از دست داده ذکر نموده، میگوید که خون حیض را با آب منی مرد خلط نموده با آن چشمانش را سرمه کند. یعنی اردوی از این نجس است، بنابراین از چیزهای نجس استفاده کردن متوجه باشین که این هم از علامات سحر و جادو هست. علامت 11مش طلب حیوان برای ذبح کردن است. اینا حیوان به غیر الله ذبح میکنن، از این خاطر از مشتریای خود حیوان طلب میکنن و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لعن الله من ذبح لغیر الله، لعنت الله هست کسی که به غیر الله ذبح میکنه و خصوصا کسی که به ابلیس ذبح میکنه. یه حیوان از تو میگیره و میبره برای ابلیس و به شیطان و یا میگه برو زیر قبر ذبح بکن یا به فلانی زیارتی رو ذبح بکن. بفهمین که اینی کلش علامات چی هست؟ سحر و جادو هست.
متوجه هستین؟ به می شکل علامت 12مش طلب نظرهای شرکی هست. مثلا نظرهای شرکی هست که مثلا برای میگه برو به فلانی نفر الوا ببر، برو به نام فلانی نفر نظر بگی، دکچه بگی، برو به نام فلانی شخص مثلا نظر بگی که مثلا به فلانی زیارت مثلا شوله پخته میکنی یا مالیده میبری یا نخود میبری یا فلانی میکنی. اینی نظرهای شرکی و نظرهای بدعتی را این اکثرا جادوگرا از این طریق رواج میدن در بین مردم. اگر شما را کسی گفت که مثلا برین به فلانی قبر، حتی در افغانستان یک کسی برای کسی گفته بود برو در قبر احمد ظاهر الوا ببر. احمد ظاهر کلگی میشناسه که یک خواننده و یک سازنده و در زندگی خود در چی مشکلاتی گرفتار بوده و در فسق و فجور انال ایمیر قبر از رو برای مردم چی جور میکنن، قبر مردم برای مردم رو بهتری کی هست؟ جادوگرا هست میخوان از این طریق میگه ببر در قبر از او الوا ببر، به قبر فلانی شخص خوب مثلا برو ایوان ذبح بکو، برو در قبر فلانی بیرق نصب بکو. اینی چیزها را که از پیش شما طلب کرد بفهمین که این علامات شیطان است. علامت 13 ببخشید علامت جادو است. علامت 13 از علامات جادو چی است؟ استعمال حروف ابجد است. این حروف ابجد که قبلا ما بر شما گفتم که این حروف چی هستند که بسیاری وقتها یهودیا از این استفاده برای جادو میکردن. یکی است که مثلا از ابجد مثلا نفر کتاب نشه میگه الف ب ج د و ترا، یکی که در مقابل او حرف یک عدد میته و باز از اون طریق مثلا جادو میکنن. شما اگر در ورقهای را یافتین که در اون مثلا 23 و 25 و 27 عددا نوشته هست بفهمین که چی است. حالا مثلا بسیاری کسا 786 آیت قرآن نوشته میکنن. 786 وقتی که آیت قرآن نوشته میکنن پس آیت قرآن میگی چی است؟ میگی بسم الله الرحمن الرحیم است. همین تحریف است. به خاطر ای که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الله متعال به عدد نازل نکرده و حروف است. حروف است. بسم سین میم الف لام لام بسم الله الرحمن الرحیم. حالی که 786 میگه این چی است؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم است. اگر این تحریف قرآن شد و اگر این درست می بود و روا باشه یک نفر میتونه مثلا الحمدلله رب العالمین رو مثلا عدد جور بکنه کلش مثلا در نماز وقتی که بگه الله اکبر بگه مثلا 166 45 42 43 و به این قسم این طرف دور بده بگه 2120 2000 این کفر شما سعی بکنید. این چی است؟ این تحریف قرآن هست و از این خاطر از این احتیاط بکنین. تا بعض معلمین به عوض قرآن آیت قرآن رو جنشته میگه 986 چرا نوشته میکنی؟ میگه چی هست؟ میگه این قرآن است. یک وقت مسئله کردم که اون دو میگه هری کرشنا، همین حرفای هری کرشنا رو وقتی که جمع بکنی 786 میشن. پس تو چی خبر هستی که این هدفش امی هری کرشنا امو عبادت هندوها هست و یا چه؟ به هر دو صورت یک کار حرام و ناجایز و یک کار شرکی و کفری است. علامت 14 استفاده از پیاله و آب. بعضی اوقات جادوگرها از پیاله استفاده میکنن و در او آب و روغن ایگپا را میپرتن و میگن که ما مال دزدی شده و ایگپا را بر تو پیدا میکنن و در بین پیاله مثلا آب میپرتن یا روغن میپرتن، باز میگن یا سیل کوی کارا و چیزا را بکن. کلش علامات سحر و جادوگری هست که باز ما همون چیزی که از تو گم شده او رو بر تو نشان بدم. علامت 15 استفاده از استخوان شانه حیوان. مثلا شانه حیوان در او بعضی طلسما رو نوشته میکنن. استفاده از مهرموره، استفاده از خرموره، استفاده از چاقو و کارد. مثلا میگن که برو یک قسم چاقوس یا کارد است چی میگن نامهای عجیب و غریب بر از او بیتن که این به خاطر مهر و محبت و اینا در زبان عربی توله میگن. توله میگن اشیایی است که خانم ها را با شوهرایشان محبت ایجاد میکنن. این کلش مسائل جادو و جادوگری هست که انسان وقتی که چیزها را دید احتیاط بکنن. 16 ادعای استحضار ارواح. بعضی اوقات جادوگرای ادعا میکنن که من روح فلانی رو برات آوردم، اونجا یک شیطان یگان گپ میزنه برش چی میکنه و شیطان بازی میگه که روح فلانی هست، پدرت روحش حاضر میکنم، مادرت روحش حاضر میکنم و به این شکل مردم به کفر و شرک مبتلا میکنن. و اهمیت درس عقیده در اینمی است که ما باید سحر و جادو را بفهمیم و از سحر و جادو خود دور بکنیم. و توصیه ما به بسیاری از دوستایی است که بسیاری کسا هست احتیاط کنین که شما را جادوگرا و فالبینا بازی میتن
و بسیاری کسا هستن یک کمک مریض شد یا ناخوش شد یا مثلا مشکلات در زندگیش آمد، فوراً باز میگه سرما جادو شده و مراجعه میکنه به این جادوگرا. اول جادو کردن بسیار سخت است و تا کسی همراه شیطان ها و گپا کمک نکنه جادو نمیشه. و اکثرا کسایی که به نام جادوگر در افغانستان مشهور بودن، اونا چالبازهایی بودن که نافهمیده کافر میشدن و دروغ میگفتن و مردم بازی میدادن و از امو بیعقلی مردم استفاده میکردن. و باز اگر بالفعل هم یک نفر جادو شده باشه، پس بعد اونجا شما مثلا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سوره فاتحه، آیات قرآن است که خوانده میشه، خودش میخوانه و یا کسی دیگه بالاش میخوانه و به این شکل به طریق مثبت. حالا مثلا اگر دندان شما درد میکنه، سه دندان درد هستین، میرین پیش یک دلاک، در بعض اطراف میرین پیش دلاک و یک انبور میگیره و دندان از زیر میکشه، یک وقت که میره سیل میکنه که دندان جور کشیده و دندان ناجور باقی مانده است. این یک آدم هوشیار پیش از دلاک نمیره که دندان مرا بکشه، چقدر دردم میکشه، رنجم میکشه، بالاخره دندان جور شه و بالاخره دانش هم میکروبی میکنه. یک وقت سعی کنی که حتی به بسیار خطرهای کلان مبتلا شدن. این جادو هم همین قسم است. اگر سرکس جادو میشه، میتونه که از طریق مشروع و شرعی یک کسی که عقیده توحید خوب داشته باشه. متاسفانه بعضی کسای ادعا میکنن که عقیده خوب دارم، اما خود از او هم چون پیسه و مال گفاست، بسیاری وقتا سهل کنی که اونم شخصی که عقیده خوب داره بسیاری علامات سحر جادو رو نمیفهمن، خودش مبتلا هست. چون از این کتاب‌ها استفاده میکنن، بالاخره شیطان به شکل از اشکال همین نفر هم در سحر جادو مبتلا کردن و بسیاری خانواده ها مشکلشان چی است که وقتی پیش از اینا میره، باز برش میگه که ترا بچه خالد جادو کرده، دختر خالد جادو کرده، کاکای جادو کرده، زن کاکای کرده. در بین خانواده ها دشمنی های خطرناک میپرده، در حالی که هیچ کس علم غیب نداره که او را که جادو کرده او را بفهمه. خب اگر یک کسی جادو شده بود، میتونه که اگر مثلا شیطان او را آزار میداد، او جادو شده بود، آیات قرآن بخونه، بالاخره همون جن یا شیطان یا جادو از پیش از دور میشه و انسان خوب میشه. و راه های نجات از این چی است که انسان عقیده درست داشته باشه، درس عقیده را خوب بفهمه، دوم اذکار صبح و شام فراموش نکنه، سوم عمل به آنچه که در اسلام اسیر بکنه، چهارم خود از گناه ها نگاه بکنه. مثلا شیطان و جن گفا در کدام خانه زیاد رواج پیدا میکنه؟ اونجا که معصیت و گناه باشه، حکم الله تطبیق نشه، اونا باز اینجا در جایی که حکم الله تطبیق شوه و ذکر الله شوه و تلاوت قرآن شوه، اونجا باز اونا فرار میکنن و کاری کردن نمیتونن که باز سر از انسان کار بکنن. الله متعال همه ما و شما را توفیق عمل نصیب بکنه و الله ما و شما برای ما و شما عقیده توحیدی خوب نصیب بکنه تا از شر شیطان های انسی و جنی نجات پیدا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.